آکنده از امیدم و دل مرده نیستم. میخندم عاشقانه و غم برده نیستم. باغم پر از جوانه، پر از عطر زندگی. سروم همیشه سبز که پژمرده نیستم. در سینه‌ام به جای دل آینه کاشتم. از حرف تلخی هیچ کس آزرده نیستم. تا شعر این فرشته بی باک زنده است، بی بال و بی پرنده و بی گرده نیستم. حتی به سینه‌ام اگر اندوه سر زند، ایمان من قوی است، افسرده نیستم. از قلب سبز کوهستان تا دشت‌های سوزان دلورزین، میان این خاک و باد یک کتاب زایش یافت که صدای باطنی ملت است که تسلیم نشد. ناله‌های باد. و امروز ما با مؤلف همین کتاب، استاد اعظم خجسته، روزنامه‌نگار و شاعر خوشنام تاجیکستان، برنده نشان طلایی فردوسی و جایزه کمال خوجندی صحبت میکنیم. درود استاد، خوش آمدید به برنامه ما. سلام و درود به شما و به بینندگان ارجمند. آرزو میکنم روزی خوب و خوشی را آغاز نموده باشید. قدم هاتان خجسته. زنده باشید. استاد، من نخست شما را با تولد دوباره همین کتاب ناله های باد برای شما و برای تمام دوستداران ادبیات خجسته میگم، مبارک میگم، شاد باش میگم. سلامت باشید، سپاسگزارم. استاد، نخست بگوید که چه انگیزه شد که ناله های باد و بعدا ناله های باد دو را به قلم کشیدید؟ اصلا کی در دلتان این شکل گرفت که به شکل یک کتاب این مجموعه چاپ شود و اصلا این کتاب برای کی نوشته شده است و چرا اصلا ناله های باد؟ بسیار خوب. باید گویم که بعد از آن که دانشگاه دولتی تاجیکستان، آن وقت دانشگاه دولتی میگفتند، به نام ولادیمیر ایلیچ لنین، حاضر دانشگاه ملی را تمام کردم، فاکولته تاریخ یعنی دانشکده تاریخ، مرا برای کار باید به وخش میفرستادند 2 ساله و چون پدر مادر خیلی خواهش کردند، من به مسجد آمدم، به مسجد کوهستان. در آنجا هم کمبود معلم بود و من جایی که تولد شده بودم بعد از 20 سال دوباره رفتم همون خانه‌ای که تولد شدم. دیدم چهار خانه ها ویرانه بودند. بعد از موسفیدا پرسیدم، قصه های همه چی را گفتند، کوچاندن مردم، مهاجرت. اگرچه خودم به خاطر داشتم، 3.5 ساله بودم که به دشت آمدیم، هنوز خانه ها بود نبودند. اسیرانی تاتارهای کریم خانه می پوشیدند که سربازان ها را پاسبانی میکردند، صبح می آوردند، بیگاه می بردند و خانواده ما به خاطر دارم در یک زمینکن یا زمیلینکه یک زمستان را گذراندیم تا خانه ها بود شوند. همون سال معلمی که من این چیز دیدم، اون وقتها راستش یک نفقلم بیش نبودم، حاضرم نفقلم هستم، حاضرم شاگرد، که همین موضوع باید پرداخت. همین خیلی بعد کار زندگی شروع شد. با مسجای نو آمدم، معلمی، روزنامه‌نگاری و چند بیت پراکنده نوشته بودم. وقتی که در مجله پیام صبح کار میکردیم، همراهی شادروان انور میرزا حکیمی عالم که در یک اتاق می نشستیم، یک پگاهی آمدم گفتم انور جان، من یک شعر نوشتم، وقت دارید گوش کنید؟ گفتم با جان و دل. یک غزل خواندم، کمتر خاموش ایستادن، گفتن که موضوع نغز جنبش شده است، اما نظری من دیگر چیز. جان، همه خیلی گفتن جان یک چیزی کلان نویسید، ماندگار باشد. منظومه، ساقی نامه، داستان، از این قبیل شعرها نرنجید گفتند. از این قبیل شعرها از رودکی تا امروز آنقدر گفتند که گمان است من و شما مثل خمینگوی یا شما مثل حافظ سعدی و خاقانی صاحب گفته توانیم. گفتم یک چیز شروع کردم و به یک پهلو خواب است، یک داستان درباره کوچیدن کوهستانیان به دشت دلورزین که خاطرات خودم، خاطرات دوران بچگی. اوه چقدر نغز گفتم، حتما از همین روز سر میکنید. بعد هر هفته که می آمدم قسمت های نو نوشته را مجبور میکردم برایشان میخواندم، مصلحت میدادم و همین طور کتاب شکل گرفت. و اما برای چه ناله های باد، یعنی تخم این اندیشه را هنوز 20 سال پیش کاشته بودم و بعد مولوی میگویند این یقین در فکر هر داننده است، زان به هر جنبنده جنباننده است. یک تقدیر جنبان،
یک راشد، یک راهنما حتما برای انسان ضرور است. میگویند که به پیر مرو نمانی هرچند سکندری زمانی. اما برای چی ناله های باد؟ شما احسان جان حتما توجه کردید وقتی که در شبها، خصوصا شبهای تیره ماه زمستان، روی یگان موضوع اندیشه میکنید و بیرون اگر شمال باشد و اگر این تیریزه های پلاستیکی امروزنی همون تیریزه های چوبی باشند، حتما از چیزی آنها یک صدای باد میبیاد، یک چی میبیاد گویا خاطرات را ورق میزند، یک نجوا. و همین چیز برای من بسیار پیش می آمد وقتی درباره داستان فکر میکردم. به وزیدن باد، به نغمه باد گوش میکردم که گویا در سازی همون نغمه خاطرات را ورق زده قسمت های بعدی داستان در ذهنم شکل میدادم و بعد روزی دیگر روی کاغذ یا که در تلفن ثبت میکردم. و وقتی که نامگذاری شد به چند نفر گفتم همین ناله های باد چکل، یگان کسی پیدا نشد که رد کند. گفتم بسیار نامی زیبا است. بعد این کشفیاتی نو نیست، کلاسیکان ما درباره باد بسیارها گفتند. از کتابم کومه گیرم باشه که از جمله شما بینید خاقانی چی میگوید: چی رو حفظاه و راحت باری ای باد، چی شادی بخش و غمبرداری ای باد، بگویی حال و بازاری جوابم، که خاموشی روان گفتاری ای باد. و همین طور نام کتاب ناله های باد شکل گرفت. یعنی این ناله های هستند که به اصطلاح دکتر سبحانی اعظمزاد ناله های باد ناله تاریخ، یعنی یک گوشه از تاریخی امروزی خلق تاجیک است که چگونه به زحمت ها مقاومت کرد و یک دشتی تماما اوریان را امروز بینه به یک گوشه زیبا تبدیل داده است. بله. شما بیشتر استاد در هر سطر کتابتون باد رو همچون یک قهرمانی رمزی استفاده کردید. چرا محض باد استاد؟ این اول. و دویمش نمیشد که به جای ناله های باد مثلا یا رقصی باد یا خنده باد؟ چرا ناله؟ نه، البته سوالتان کاملا درست است. برای چی ناله؟ برای چی رقصی باد نه؟ بله. در یک جا گفتم که بادها دریا و صحرا دیده اند، در منار و کشک ها رقصیده اند، ناله نی در نفیری بادها، جوششی می در ضمیری بادها. اون ناله را انسان همان گونه قبول میکنه که در وجودش هست. البته درست گفته در شهر این چیزها را کم آدم احساس میکند. شاید در شهری بوستان بیشتر، اونجا هم یک منطقه بادرو است و دشت دلورزین اصلا مکانی باد هاست. وقتی ما آمده بودیم به خاطر دارم مثل دختر بچه ها، مادرها، بیبی ها به ما رومال میبستن که گوش و چشم ما را از همون ریگی که باد میبیارد گرد و خاک حفظ کند. اونجا بسیار شمال های ویرانگر هم داشت. از همین خاطر من ناله ها موندم. این فقط ناله بیچاره نالی نیست، بلکه این ناله هست که از فتووت ها، از شکفتن ها، از موفقیت ها هم قصه میکند به گوش انسان. گفتم شما همان گونه که قبول کنید وای برای شما همون چیز اجرا میکند، همون ناله باد. بله. مثل قانون جاذبه، یا که در کوه روید و هر چی گوید همان را میشنوید. این جهان کوه هست و فعلی ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. باز هم از مولوی کمک میگیریم. خواننده کتاب کی است؟ اصلا این کتاب برای کی تالیف شده است؟ کتاب میدونه چی؟ همین داستان مهاجرت یا مهاجرکنی کوهستانیان، مسجاهیان به دشت دلورزین اصلا آن گونه که می باید پوشش نیافته است، پوشش خبری یا نثری یا نظمی نیافته است. فقط نویسندگان شادروان ما هلالیان اسکر و حاجی صادق پاوستی نوشته بودند. البته یک قصه تاریخی است و از مسجاه به مسجاه جا جا از مشکلات گفتند. البته این دو بزرگوار ولی کم گفتند. برای آنکه مهنتی آبادگران دشت دلورزین نشان داده شود، همین داستان من اقدام کردم به نوشتن تا نسل امروزه بداند که این مسجاه نو همین گونه نبود، یک دشت بی فریاد بود. بله. من به خاطر دارم آمده بودیم احسان جان یگان درخت نبود که در سایگی ویشینیم. پدیده مهاجرت از دوره‌های قدیم بود. انسان‌ها همیشه برای تامین روزگاری خود، برای یک برده نان برای فرزندان
ترک وطن میکردند، میرفتن در دیگر جا مردی کاری میکردن. امروز بینید سیل مهاجرت از افریقا به اروپا چگونه شکل گرفته است. حتی در اقیانوس‌ها افتیده هلاک میشن در جستجوی کار و چیز، و به خاطر آنکه همون بعضی بی‌عدالتی هایی که در زمان مهاجرت شد نشان داده شوند، و همچنین آبادکاری هایی که اولین فاتحان دلورزین در این دشت کردن یادآور کرده شد. البته یک قطره از بحر. من همین ها را گفتم، من خواننده و هر کس هست، وقتی من پاره های این کتاب را در شکل فارسی در اینترنت موندم در فیسبوک، از ایران تقاضا کردن که کاملا برگردان کنم و برگردان کردم و شد. در ایران هم چاپ شد، سال 2020 چاپ شده. همون خیلی خواننده و اودیتوری گویم یا چی گویم، وسیع است. بله، زنده باشه. چند روز بعد شما به سن مبارک 70 قدم میزنه. شوخی به شوخی 70. شوخی به شوخی. و دشت دلورزین هم سال آینده یعنی 70 ساله می شود. یعنی شما هم سالت با دلورزین، و فکر میکنم که یک هدیه جشنی خیلی خوبه برای دلورزین خواهد بود. البته همون خیلی اگر هدیه گوییم، بله، ناله های باد قسم اولش سال 2019 چاپ شده بود. فکر میکنم یک دستاویزی خوبه باشد، چون از بسیار فداکاری های مردم، از آبادکاری ها، از جانفدایی ها در اون دشت سوزان اینجا سخن می رود. درست گفتید، یک دستاویز ناقابل برای یادبود اون گذشتگان می تواند باشد ناله های باد. استاد، سال 2021 این کتاب برای شما جایزه ادبیات و نامه کمال خواجندی را آورد. سوالم این است که تا کجا واکنش خوانندگان به انتظاری های شما موافق بود؟ میدانه چی، بازم به نیکی از انور میرزا حکیم عالم، انور جان عزیز، همکاری بسیار بی‌نظیرم یادآور میشوم. من تماما خبر نداشتم، فقط به من گفتن که از همین کتاب باید 10 تا فلان جا بیاری. بردم. بعد از چند روز تلفن کردن، انور جان مبارک شود آشنا، همه خیر میشوییم. گفتم دایم ما شدگیم. گفتن جایزه امروز ما در همون مجلس بودیم، جایزه گرفتی. و بسیار دوستان از وقتی خبر را در چی ماندند در فیسبوک. حاضر فیسبوک یک واسطه بسیار خوب است. عموما اینترنت، شبکه‌های اجتماعی می توانند رابطه انسان را با انسان بیشتر کنند اگر به نحو احسن استفاده برده شود، ایجادکارانه استفاده برده شود. و بسیار تبریکات شنیدم از هم کورسان، از هم قلمان. خوب قبول کردند. بعضی ها می گفتن خیلی دیر این جایزه را گرفتی، بعضی ها به هر حال تبریک میکردند. جایزه دیری و دوری ندارد. یک چند سوال کوتاه و بعداً پیام جنبستی شما رو میفهمیم. به نظر شما استاد، آدمان بیشتر از چی ترس دارند؟ از چی میترسند؟ از شکست یا از تغییر؟ انسان ها همیشه، اکثر انسان ها اون گونه که من مشاهده کردم، از تغییر میترسند. چرا؟ فکر میکنن همین طرزی که هستند باشن برای آنها بهتر است. فکر میکنن که این اشتباهی بزرگ است. برای آنکه جامعه تغییر یابد، انسان اول باید اون تغییرات را در خودش تجربه کند، و برای همین نه هر کس جرأت میکند که در حال کار زندگیش یک تغییرات پیش آید. یعنی از تغییر بیشتر میترسم به نظری من. برای پیشرفت من فکر میکنم تغییر ناگزیر است. بله. و فکر شما آدم کی از ذهن دیگران آزاد میشود یا دور میشود؟ از ذهن دیگران آزاد شدن بسیار کاری مشکل است. شما بینید همه ما در جامعه هستیم، وقتی یک کار کردنیم میشودیم یا میشویم، پدر مادر یا که دوستان میگویند این خیلی میکنی، بعد مردم چی میگویند؟ همین بسیار برداشتی غلط است. انسان باید برای خود زندگی کند، برای عائله. اصلا دیگران درباره ما فکر میکنند؟ قضاوت میکنند فلان فلانی این خیل شما بینید به همین سن و سال مثلا فلان کار کرده است، چی نمیزیبد. شما اون طرز لباس پوشید یا اون طرز وای کنید که خود آزاد حس کنید، برای خودتان معقول باشد. شما با اون طرز زندگی اون هدف دارید دنبال کرده توانید. از کجا میدانید که یک تصمیم درست است در حالی که آینده ناروشن است؟ این سوال بسیار مشکل است، به جواب نتیم. از کجا میدانید تصمیم درست است؟ این بیشتر برمیگردد به تجربه انسانی. مثلا شما تصمیم گرفتید که امروز با من مصاحبه کنید.
من میتونستم هزار یک بهانه پیش بیارم، عذر خواهم، همون خیلی نه. وقتی که رازگی دادم شما به این نتیجه رسیدید که تصمیمی من درست بود، روی این مردک حساب کردم و این هم سخنی من را در زمین نماند. یکی افسوس که همیشه این خیلی نیست. شما تصمیم میگیرید که یک رمان خوب نویسم و شروع میکنید و میبینید آنگونه که خواستید نبرآمد. بله. درستی نادرستی هر تصمیم یعنی هر قرار به انجام وی برمیگردد. این از دانش و ملکه های بله. خودی انسان بستگی داره. شما باور دارید که هر یک انسان پیام برای این دنیا دارد؟ اگر ها، پیام شما چی است؟ البته هر یک انسان ناتکرار است. شما بینید آفریدگار طرز آفریده است که با این میلیارد انسانی که در بیش از میلیارد انسانی که در روی زمین زندگی میکنند صداهای مختلف دارند، رفتاری مختلف دارند، نمودی ظاهری مختلف دارند و این انسان ها هر یک به طرز خود پیامی دارد. وقتی که یک کودک از گرسنگی میمیرد یا در فلسطین است یا به دیگر چیز، با همون مرگش پیامی میدهد که یعنی زندگی میتواند این گونه باشد. وقتی یک جوانی بسیار با استعداد میرود مثلا در یک مسابقه شطرنج شاهمات جای اول میگیرد و یک پیامی دارد، یعنی پیشرفت و چیز به خودی آدم وابسته است، به کوشش به تلاش انسان وابسته است. من از صاحب کمک میگیرم. سعی بهری راحتی همسایه ها کردن خوش است، بشنود گوش از برای خواب چشم افسانه ها. این پیامی من است. زنده باشه. آیا شما همان کسی هستید که همیشه بودنش رو میخواستید؟ خلاصه همین، از بودنم پشیمان نیستم احسان جان. من انسان بسیار چیز آرمان های دارد که بعضا جامعه عمل به بر نمی کنند. یعنی با آنچه که هست اگر شما شکرگزار باشید حتما موفقیت به استقبال شما آمدن میگیرد. همین است ماهیت زندگی انسان. به فکر شما انسان کی پیر می شود یا چگونه پیر می شود؟ با گذشت سالها یا با خاموش شدن آرزوها؟ انسان به نظر من، این البته حرفی نو نیست، اندیشه ها پیر می کنند. مثلا اگر منی امروز 70 ساله هر جا گفتن گیرم ای منی موسفید منی پیر، باور کنید زودتر پیر میشم، زودتر همون پیری به استقبالی من می بیاد. از مولوی اقتباس آوردم که این جهان کو هست و فعلی مانیدا. یعنی اینجا قانونی جاذبه است. شما هر چی گویید همان به استقبال شما می بیاد. اگر هر چی شما نیکندیش باشید به استقبال شما نیکی ها می بیان. هر چی شما اگر فقط در یک انسان طرفهای منفی وی فکر کنید، همون آدم در نظر شما طرف بد شدن میگیرد. اما در میان بدی های و یک خوبی وی را فقط انتخاب کنید، از روی همون خوبی مناسبت کنید، به استقبال شما خوبی ها می آیند و همون انسان هم همون یک شما بد می دیدید می بینید به تدریج به شما خوب می شود. چه چیزی است که انسان را به زندگی واقعا قوی تر می کند؟ همون امید، همون که گفتیم امید است که انسان را به زندگی قوی تر می کند. با امید خواب می روید، با امید می خیزید که امروز من می بیایم به محل کار و فلان کار اجرا می کنم. همین اندرمانی شما را به روزی نو، به روزهای نو، به ماههای نو، به سالهای نو برده می رساند. امید است، آرزو است، به خود باوری است، اعتماد به نفس است، به خود باور کردن. چی شعر از همین کتاب نو می خوانید و چه پیام دارید برای بیننده های عزیزی ما؟ اگر شما موافق باشید یک چند بیت از آخر همین کتاب، از آخر سخن همین کتاب میخوانم. این باب عنوانش هست کوهستانیان از دشت سوخته تا بوستان. آن همه رنج و اذیت‌های دشت امتحانی زندگی بود و گذشت. امتحانی که نظیرش را بشر تا کنون کم دیده در جای دیگر. امتحان رزم مرگ و زندگی، امتحان بزم مرگ و زندگی. امتحانی زوری بازو و غرور، امتحانی قدرتی عقل و شعور. امتحانی طاقت و صبری عصب، امتحانی شهرت و نام و نسب. امتحان در بهای مال و جان، امتحان از برای خان و مان. امتحان بیرون از هر قاعده،
امتحان جبر و غفلت زایده، امتحانی از مصیبت درد آه، امتحانی مجرمانی بیگناه. لیک مردانی غیور و سربلند، با وجودی آن همه رنج و گزند، با توان و شور و فتحی به مثال، ابتکار و همت و کاری حلال، دشت را با جامعه باغ و چمن، حسن نو بخشیده بر عشق وطن. شمس استقلال اینجا رو نمود، باب فتح و همتی نو را کشود، عاقبت ویرانه آباد شد، خاطری غمگین ملت شاد شد. گوشه که نام آن ینتاق بود، در خرابی یکه بود و تاق بود، زنده شد مانندی باغ و بوستان، بوستانی سرزمینی تاجکان. کوچه ای ما هم دوباره توی شد، که هوایی روستا خوشبوی شد، دشت اکنون سبززار و گلشن است، افتخاری ملت است و میهن است. پیکری سامانیان عالی تبار، همچو پیکی وحدتی خلق و دیار، قد علم بنمود رمزی اتحاد، اتحادی که همیشه زنده باد. اتحادی که سعادت ریشه است، ریشه سبزی که در اندیشه است. باشد این اندیشه دایم گلفشان، در دل و روح تمامی تاجکان. سپاس استاد، خوش آمده. سلامت باشید. با سخن با بیننده های عزیز ما خیر خوش میکنید. سپاسگزارم از شما برای دعوتتان و از بینندگان عزیز که وقتی خود را دریغ نکرده این برنامه را تماشا کردند. امید میکنم که یک بهره برده باشند. زنده باشه. سلامت باشید. سپاس به شما هم که گلی وقتتون رو جدا کردید، اومدید به برنامه ما، کامی بیننده های عزیزی ما رو با سخن شیرین کردید. خوش آمدید استاد. سلامت باشید، برای کار. زنده باشید. دوستان به نهایت عزیز، برنامه ما ادامه دارد. بخش های دیگری برنامه صبح یک شنبه را انتظار باشید. برنامه